چی میخندی تو؟ شبه پشه شدم میدی اینطوره. ما حواست به کارت باشه. ما وگوهم که این مسئله چیه؟ ما وگوهم این مسئله چی شده شریف فرهاد؟ این پیران من چرا عوض بشده؟ وگوهم که این مسئله به این مهمیه. باید به خاطرش از خودمان یه بخشنامه‌ای در بکنیم. چه بخشنامه‌ای؟ توش چی بگوییم جیگر؟ سالار جان باید یه بخشنامه‌ای صادر کنیم که مردم مسائل ایمنی رو رعایت کنن و از شیوع این بیماری پیشگیری کنیم. که چی باشه؟ خب که یه دفعه گفتم که دیگه گفتم که باید این که علاوه گفتی یعنی چه؟ خب شیرفرهاد جان الان به ایشون هم گفتم که باید یک بخشنامه‌ای صادر کنیم که مردم مسائل ایمنی رو رعایت کنن تا از شیوع این بیماری پیشگیری کنیم دیگه. ببینم خب اینایی که گفتی یعنی چی، به چه دردی میخوره؟ ما چیکار باید بکنیم؟ خب سردار جان به خاطر اینکه جلوی بیماری رو بگیریم، پیشگیری کنیم از بیماری. خب که چی باشه؟ که بابا جلوی بیماری رو بگیریم، کلن بیماری رو ریشه کن کنیم. بگه ریشه داشته به یعنی اینکه از بین بره. ما وگوهم به جای این قرتی بازی ها یک بخشنامه از خودمان در بکنیم که هر کس این بیماری ها وگرفت کلن از برره بیرونش بکنیم و اندازیمش وره تو بیابان بمانه تا بمیره. الهی من قربونت برم، منم با این بخشنامه موافق دیدم. به نظر من این کاملا منطقیه. برش الله شیر فرما برش